سلام دوستان همراهان عزیز. امروز میخوایم با همدیگه نرگسی درست کنیم. 2 دسته کوچیک اسفناج داریم، تقریبا 50 گرم، یه پیاز تقریبا کوچیک، 3 حبه سیر، 2 تخم مرغ، نمک، زردچوبه، فلفل. بعضی میپرسن سبزی رو چند بار بشوریم، از کجا بفهمیم سبزیمون به اندازه کافی تمیز شده؟ من مرتب ته لگنمو کنترل میکنم. اگه شنی چیزی نباشه یعنی تمیز شده. لازم نیست اسفناج زیادی خرد کنیم، اندازه 1 سانتی کافیه. میریزیم توی قابلمه، میذاریم رو گاز با شعله پایین بپزیم. من چون اسفناجم خیس بود توش آب نریختم. شما میتونین نصف استکان آب توش بریزین تا به ته قابلمه نچسبه. نگین خرد کردن پیاز هم خودش قلق داره. من این کارو میکنم. پیاز رو 2 تیکه میکنم، چند تا شیار عمودی توش ایجاد میکنم، بعد به راحتی نگین خرد میشه. پیاز رو با 2 قاشق روغن صاف میکنیم. دوستان خیلی مهمه از چه روغنی استفاده میکنیم. الان بهترین روغن سرخ کردنی تو بازار روغن کنجد است و روغن زیتون. حالا چون روغن زیتون گرونه، من از روغن کنجد استفاده میکنم. پیازمون که مقدار سبک شد، توش نمک، زردچوبه و 1 قاشق سیری که خرد کرده بودیم رو اضافه میکنیم. اگه روغنتون سالمه، اصلا از اضافه کردنش به غذاتون نگران نشین. من از وقتی که یادمه یه آدم توپل بودم. همیشه ورزش میکردم، همیشه رژیم غذایی داشتم. اما از وقتی که یاد گرفتم چطور غذا بخورم، تازه تونستم چربی‌های دور شکمم آب کنم. باورتون نمیشه قبل از اینکه سبک زندگیم عوض کنم چه شکلی بودم. عکس پارسال تابستون. یه مقدار فلفل سیاه هم اینجا به غذامون اضافه میکنم. حدوداً 1 قاشق روغن به اسفناج اضافه کنیم تا بتونیم تخم مرغ بزنیم توش. چقدر مصرف روغنمو محدود کرده بودم. فکر میکردم اگر قند و چربی استفاده نکنم چربی‌های دور شکمم آب میشن. چقدر دراز نشست زدم. الان یاد گرفتم کجاها روغن میتونه کمک کنه به من که قند خونم بالا نره. البته که محدود کردن کالری دریافتی خیلی مهمه، ولی مهمتر از اون ساختن عضله است. خصوصا عضله توی ناحیه شکم. برای ساختن عضله فقط ورزش کافی نیست. حتما باید پروتئین زیاد مصرف کنیم. باید با سینه مرغ و تخم مرغ دوست بشیم. محدود کردن آرد سفید و برنج سفید خیلی مهمه. الان 1 ساله که من برنج قهوه‌ای درست میکنم. برنج سفید رو هفته 2 بار میخورم. نون هم یا نون سنگک میخورم یا نون سبوسدار یا نون جو. به ندرت نون بربری میخورم، نون لواش که اصلا. تا حالا پروتئین وی استفاده نکردم، اما مصرف پروتئینم رو کمتر از 60 تا 80 گرم نمیارم. ماست ایسلندی میخورم، پنیر یونانی میخورم. هفته 2 بار هم ورزش میکنم برای عضله ساختن. طوری باید ورزش بکنین تا عضلاتتون درد بگیره. دقیقاً اونجاست که عضلاتتون پاره میشن. حالا که پاره شد باید سعی کنین که عضله بسازین. اگه پروتئین نباشه عضله ساخته نمیشه. قبل ورزش هم نباید کربوهیدرات بخورین، چون نمیذاره پروتئینتون مصرف بشه. خب نرگسیمون هم آماده است. یه غذای پر پروتئین. این میتونه یه وعده بعد تمرینتون باشه یا یه وعده اصلی که با نون و برنج خورده بشه.